اول اینکه بیشتر ورزش کنید. حداقل 7 دقیقه باید فعالیت بدنی داشته باشید. ورزش احساس شادی میده. فعالیت بدنی موجب کاهش افسردگی میشه. دوم اینکه خواب کافی و منظمی داشته باشید. سوم اینکه افراد منفی رو از زندگیتون حذف کنید. چهارم اینکه خودتون رو ببخشید. همه انسان‌ها اشتباه یا نقاط ضعفی دارن. خودتون رو دوست داشته باشید. پنجم اینکه نفس عمیق بکشید. هر زمان که احساس استرس، خستگی یا غم کردید، نفس عمیق بکشید. ششم اینکه اتاق شخصی خودتون رو مرتب و تمیز کنید. هفتم اینکه همه وعده‌های غذایی رو جدی بگیرید. هشتم اینکه هر روز یه قدم به هدفتون نزدیکتر بشید. برای هدفهایی که تعیین کردید یه قدم کوچیک بردارید. نهم اینکه یه مهارت جدید یاد بگیرید. یادگیری باعث میشه اعتماد به نفستون بره بالا و به خودتون جایزه بدید.